بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. و صمیمانه سپاسگزاری که دعوت ما را پذیرفتید. حضور شما زینت بخش محفل و مایه افتخار و دلگرمی ماست. چطور بود قرعه‌کشی امروز؟ قرعه‌کشی ما را خود دوستا شاهد حالش بودن که خیلی دلچسب هم بود و دوستا خیلی لذت هم بردن که از قرعه‌کشی ما. برای خدمت هستم آمدیم که همینجا یک دانه موتورسیکل اگر متو نداد به زور ببریم. این تصمیم دارین که یک موتورسیکل ببریم با خود دیگه در قرعه خانه مانور آمد از یارشی که دیگه نه خیلی او دیگه انشالله که بخیر نامزد شدی بس خانه خسر دمی بره دیگه زنده باشید. شما تصمیم دارین خانه خسر از ما خود دیگه کنه شده و وقتا تیر شده دیگه حالا تصمیم بروسی دیگه نداری؟ نه که دیگه ما را بیاب که در خانه خبر شد. همگام صفحه سره همیشه همگام موسی خیر است. چکا سلامت باشین. کلید برش اما تمام تلویزیون خدا مخمیاو مقصد باز شماره تسمات دیگه از که شما در رفتن نمیتونید قربانت میتونید کلید تشکیل بگیم برکان دوستان عزیز شما دیده میتونید که کلید تسلیم کردن دیگه. چقدر خوش هستن شما در تصویر دیده میتونید که چون خدا بیافران او بدر نکنید در خانه بازم تبریک بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام علیکم، وقت شما بخیر. امید که همتون جور صحت سلامت باشید. در تصویر شما میبینین میگین به نمایشگاه دوچرخه های برقی آسیا خوش آمدید. امروز قرار هست که اینجا یک قرعه‌کشی باشه و یک هموطن ما به شکل خوش شانس برنده یک موتورسیکل شود. یکی کدام نوع موتورسیکل هست و کدام کیفیت داره و مهمتر از همه چند قیمت داره. تمام از این در گزارش ببینید شما و خدا کنه که گزارش جالب عالی برای شما بوده باشه و صحبت ها را ادامه نمیدیم چون محفل هم شروع شده میره دیگه. میریم محفل را لذت ببریم تا آخر صحبت ها کردیم. ما را همراهی کنید. و صمیمانه سپاسگزاری که دعوت ما را پذیرفتید. حضور شما زینت بخش محفل و مایه افتخار و دلگرمی ماست. در ابتدا از درگاه الله متعال سپاسگزار که در روزهای پایانی ماه مبارک و پرفیض رمضان توفیق این را نصیب به ما ساخت تا در کنارتان گرد هم آییم. ماهی که تجلی رحمت، همدلی و دستگیری از یکدیگر است. از این گرد همایی امروز ما علاوه بر قرعه‌کشی قدردانی از اعتماد و همراهی صمیمانه شما با آسیا گروپ است. ما عمیقاً باورمندیم که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه بدون حمایت و اعتماد مردم عزیز امکان پذیر نیست. شما سرمایه اصلی و معنوی ما هستید. ما گرد هم آمدیم تا لحظات زیبایی را با هم شریک سازیم و پاس این همدلی خوش اقبالترین های این قرعه‌کشی را معرفی می نماییم. از توجه، صبوری و حضور سرتان سپاسگزاری می نماییم. و در پایان جا دارد که از رؤسای شرکت آسیا گروپ به نمایندگی خودم یک سپاسگزاری بکنم دوستا که هر یک جناب محترم حاجی صاحب فیض الله برکت، جناب محترم نصرت الله برکت و جناب محترم ضیاء الله سرخابی. سپاسگزارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین موتورسیکلی که شما در تصویر می‌بینید و یکی از کسانی که اسمشان در قرعه‌کشی برآمد و از جناب عزیز خوشمندم که تشریف بیارن ما همکاری بکنم که مدرسه اجتماعی از جناب عزیز سرگون تشریف بیارن که یک جای پیش بگیریم بخاطر که متاسفانه دوستان از من باز اپارتمان نشان حاجی صاحب شما میگید یک تا میوردستان یکی از بزرگان اکتاب میگید خب سعی شما خطمان بسم الله الرحمن الرحیم یک خوب تاو بتن که دوستا یک خوب شورش بتن که دوستا در دلشان قرار است که در طول یک کنیم ما مشتبه که هي لك وتوصل يوم كاس داعش اشمت مالی صاحب یک دونه رو ورداشتن شما خودتان شاهد هستین هر کس که بود خوش شانس نمی هست چیزا رو میگی که بود امور اقواز کنه بسم الله برنده کی هست از شما شاید بودن که مولای صاحب محترم قرار ورداشتن یک دوست ما از نوع چهارم شهر کابل هستن نوع چهارم شهر کابل در تاریخ 10 اخر یعنی خیلی وقت کم میشه که اینا خریداری کردن تقریبا یک ماه بیش نمیشه خب من از شما نامگذاری میکنم که به نام محمد جاوید ولد محمد عثمان محمد جاوید محمد عثمان برنده جایزه یک ارق موتورسیکلت برقی به نام شکاری برش پیش از پیش تبریک میگویم جان کسی تشریف دارد تشریف ندارد چون تعداد مشتری ما بیشتر است کلگیشون اشتراک نکردن به نام جاوید محمد جاوید شما بیر دوستان تصویر هم داشته باشید میشه که شما یک زنگ بزنید زنگش بزنید متعجب بسازیم زنگش بزنید 0700 27 56 56 نظرش خوب متعجب بسازیم یه شوخی هم ازش داشته باشیم که بتونیم چند شیرینی به ما میرسه با خدا کنه که اینا تو تماس رو اوکی کنن که بتونیم خبرهای خوش براشون برسانیم فکر کنم که شبکهش کار نداره نظرش نه شبکه مشکل داره 56 آیا شاید بکنم شما را درست هست؟ دوستان عزیز هر دوستی که از شرکت آسیا یا دوچرخه های برقی آسیا خریداری میکنه و از اینا یک سلپ یا یک کارت داده میشه که تمام مشخصات شخص خریدار ثبت میشه مثل نام، ولد، تاریخ، شماره تماس، آدرس و نمبرش رو میمونه.
دیگه خوشا به حال کسی که صاحب یک موتورسیکل البته بودن او صاحب دومش میشه. یکیشان دوید میشه. دوید میشه. خب دست فانه که تلفنشان رخ نمیکنه کدام شماره دیگه هم دارم یا ندارم. فعلا که یک شماره است. دوستا بزنید یک مزنگ زده که زنگ بزن دیگه شماره رو باز بگیرید دوستا 0700 27 56 56. دوست ما به نام محمد جاوید. محمد جاوید اینه خیلی انشاءالله در دفعه بعد دیگه انشاءالله برنامه دیگه هم داریم. سلام علیکم. ساعت شما خوب بخیر. قربانتون. چی شد او بدر گفتی شوایی کالای تمید از اون مامور دوختی ندوختی؟ نه او بدر در خیاطیت که آمده بودم قربان قربان بخیر باشی. ما از امی دوچرخهای برقی آسیا برتان تماس گرفتیم. شما دیگه طور اختراع بخیر و بخوبی دیگه سردار نظری هستم. امروز دیگه شما برنده یک اراده موتورسیکل شدین بخیر. با حضور تمام دوستان و کسایی که اینجا تشریف دارن، اگر شما اینجا نزدیک هستین میتونین به این نمایشگاه تشریف بیارین بخیر که موتورسیکلت رو بله فعلا حاضر خدا برسن. در کجا هستین فعلا؟ کلچان بیارین امرایتان بخاطر افطاری. بله یگان چیز امرایتان بیارین. خوراکه و بدرک چاکلیت یک شکری یک خب همین جایی شب خودش تشریف داره رئیس شب کتم صحبت میکنم. بله سلام علیکم و رحمت الله. وقتتان بخیر برادر. خوب هستین برادر. شما در تاریخ 10 یک اراده موتورسیکلت خریداری کرده بودین از شرکت دوچرخه‌های برقی آسیا کابل. بلک تایگر خریداری کردین. بله فعلا در قاط 150 نفر شما خوش شانس برآمدین و فعلا در حضور همه مقامات و مردم و اشتراک کننده حاضرین و مدیا رسانه‌ها بر شما تماس گرفتیم و فعلا این خبر خوش را از طریق شما از طریق دوستا بر شما به اطلاع رساندیم. بله اونجا تشریف بیارین، فقط جایزه خود به دست بیارین. همینجا حاضرین کلگی شاهد است که شما همینجا موتورسیکل برنده شدید. منتظرتان هستیم زود بیایید. منتظرتان هستیم به خاطر یک مصاحبه شما رو می‌داشته باشیم. بخیر باشین، سلامت باشین، پیش از پیش برتون. تبریک میگم به جای جان و فامیلشون. نظریست انگلیس چه کلانه است. خب برنامه دیگه تایرای ستی ویدیو خودش صحبت والا خوب گفت. دوستان عزیز جای بسیار خوشی است که یک هموطن ما در نزدیک اید یک ایدش به دو اید تبدیل شد و یک موتورسیکلش به دو تا. دوستان شما شاهد بودین که پروسه ما کاملا شفاف بوده و با حضور مقامات و مقاله محترم یک اراده موتورسیکلت که شما در خودتان تماشا میکنین به نام محمد جاوید ولد محمد عثمان به تاریخ 10 از ما خریداری کردن. پیش از پیش تبریک میگم و این پروسه ما ادامه داره. در هر یک ماه الا 2 ماه مدتش هم طولانی نیست. در هر یک ماه الا 2 ماه ما یک اراده موتورسیکلت به جایزه میگذاریم. دوستان عزیز، فعلا مدیر مسئول شرکت دوچرخه‌های آسیا را با خود داریم. اگرچه من یادم را خوب سعی میشناسم دیگه، ای که شما خوب بشناسین اول خود را یک معرفی کنین. با عرض سلام و احترامات، اسم حشمت الله است، دخلتون درویش است، یکی از کارمندان شرکت آسیا هستم. و چطور بود قرعه‌کشی امروز؟ والا قرعه‌کشی خیلی خوشایند بود. مشتری ما تقریبا در حدود 1.5 ماه میشه که ما اسمش انداختن، خوش شانس ما برآمدن که فعلا زنگ زدیم ان شاء الله یک ساعت بعد این ساعت بعد خودشان میاد. و این بعد از چه وقت برگزار میشه؟ این حالا فعلا بار اول بود، در حدود 2.5 ماه طول کشید. ان شاء الله ما در آینده تصمیم داریم که در 1 ماه 1.5 ماه قرعه‌کشی را راه اندازی کنیم. و اینا را چقدر برای کسایی که فعلا ما رو میبینن چقدر برایشان اطمینان میدین که قرعه‌کشی یا این مرحلهش بسیار یک مرحله شفاف است؟
برای ما اگر چیزی که بسیار مهم است، ما روز قرعه کشی که شروع کردیم برای ما شفاف بودن بسیار مهم بود، چون قرعه چیزی است که باید شفاف باشه که ان شاء الله خوشبختانه شرکت آسیا رو گفتم میتونیم که در حدود 130 نفر همین مشتری ما که یک دانه بلک تایگر خریده بود که فعلا خوش شانس اینا برآمدن و ان شاء الله شاید در حدود نیم سال یک سال بعد به حاضر شن و قرعه خود به دست بیارن. یعنی این تصمیم نبود اگر یک کسی نباشه کسی دیگر رو به جاش انتخاب کنین یا نه اگر نباشه باید پیدا شود؟ نه خیلی این قسمی است که ما در اول وقت زمانی که ما اما مشتری که میبرن در قرعه ما زنگ میزنیم، اگر تلفن اونها خاموش باشن باز ما نفر بعدی را میگیریم. زنده و سلامت باشید. و چطور از دی وقتا می بازار همین موتورسیکل های برقی؟ والا خدا را با شکر که بازارها فصل زمستان خلاص شد، فعلا بار است ان شاء الله الحمدلله که کار ما سیزن کار ما شروع شده. اما فی الحال ما همین روز افتتاحیه ما تقریبا در روز 3 دانه فروشات داریم که الان چند تا مشتری رو ما گفتیم که شما بعد از شاش ببینید. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما که اینجا باشید. خب دوستان عزیز گزارش ما ادامه داره، میریم پیش با بعضی از هموطنان دیگه هم صحبت کردیم. این که شما در تصویر دیدین که مرحله چی رقم پیش رفت و کیها برنده شدن، ما را هم بگید. خب دوستان عزیز فعلا با جیسه بستیم و با چهره و با اینا شما آشنایی دارید دیگه. بازم به همو کسایی که اولین بار هست که جیسه میبینن یک معرفی کوتاه داشته باشین بعد از با صحبت ها رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم حاجی حکمت الله اوریاخیل، مسئول نمایشگاه دوچرخه‌های برقی آسیا کابل. و چطور بود قرعه کشی امروز؟ قرعه کشی ما را خود دوستا شاهد حالش بودن که خیلی دلچسبم بود و دوستا خیلی لذت هم بردن که از قرعه کشی ما و شما دیدین که پروسه ما کاملا شفاف و حضور مقامات و با حضور رسانه‌های محترم برگزار کردیم. و این بیشتر هم صحبت ها را داشتم، این بعد از این تصمیم دارین زود برگزار شوه یا نه همو یک ماه دو نیم ماه را میگیره؟ ما قبلا هم اشاره کردم که دوستایی که مثلا میخواین که چی وقت قرعه ما برگزار شود، دوستا نظر به تعداد ماست. هر 100 دانه که ما به فروش میرسونیم یک تا قرعه ما مراسم برگزار میکنیم. خب و یعنی اشتراک شما اگر بگین اگر کسایی که خرید نمیکنن اونا اشتراک کرده میتونن یعنی برای کسایی که فقط خریداری؟ بله میتونن اشتراک کرده، میان تیکت خریداری میکنن به مبلغ 500 افغانی میتونن 33000 افغانی قرعه برنده شون. و این بار بعدی هم قیمت موتورسیکل همین چیز میباشه یعنی قیمت موتورسیکل بالا میبرین؟ کوشش میکنیم از ما خو روز به روز نواری کرده رئیسیم. از ما بخیر دمید قرار بود که بخیر یک دیزاین سال 2026 رونمایی بکنیم دمی مجلس دمی برنامه که متاسفانه نسبت به سلسله مشکلات که دیر رسید برای فردا میرسه که برنامه ما تایمش مضاعف بود برگزار شد. باز بخیر ان شاء الله با بعد از این باز برنامه دیگر در نظر داریم. فعلا امو آخرین مدل دیگه 2025 است. فعلا 2025 2026 ما فقط تا 2 روز آینده ان شاء الله میرسیم. و امی مصرف ایناش بگین مصرف هم داره نداره می موتورسیکل؟ مصرف کاملا هیچ نداره. شما شاید حال یک دوست ما بودن که پیشتر در جریان برنامه از ما خریداری کردن و در ضمنش 11 ماه قبل یک دوست یا برادرش خریداری کرده بودن، خیلی رضایت زیاد داشتن و گفتن که ما در 11 ماش خود سلسله به سلسله اضافه کردیم یا نگاه کردیم جمع کردیم که یک هر دم موتورسیکلت خریدیم. اینقدر شوق علاقه باور بکنید که برای من گفت من 11 ماه میشم که برنامه شما رو تعقیب میکنم هر روز، یعنی حتی پولش کم بود که باور بکنین میگه من 14000 افغانی قرض کردم که آمدم یک موتورسیکل به خاطر شوق علاقه من زیاد بود. خب و این وقتی مشتری زیاد میشه قیمتا رو تصمیم ندارین بلند نه یک خوبی خاصی که شرکت آسیا ایجاد کرده قبال مشتری ما شما در افغانستان شاهد حال هستیم که بازار آزاد است. در ضمن از اینکه بازار آزاد است دوستای ما دلهورگی دارن که اگر ما چون یک چیز نو است یک جنس نو است نواری نو است اگر قیمت ها بلند بگوید یا پایین بگوین میشه قیمت خریداری کنیم. با نرخ ما الحمدلله ثابت است در عام خاص یک نرخ است، یعنی قیمت ها رو بلند نمیبره؟ نه خیر. خب و در آینده ها چی پلان های جدید هم هست یا نه؟ در آینده فقط ما روی کیفیت کار کرده رئیسیم. هر روز که سلسله به سلسله میگذره تقاضای مردم بیشتر میشه، یعنی کیفیت بیشتر میخواین. ما کوشش کردیم که آپدیت های نو دیزاین های نو کیفیت بیشتر کنیم. و اگر کدام چیزی گفتنی مانده باشه کمری ما داخل گفتنی ما همیز دوستایی که برنامه ما رو بیننده هستن بیاین از نوآوری نو از تکنولوژی نو در ضمنش حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاریتون بکنید.
زنده و سلامت باشید. بخیر باشید. زنده باشید. خب دوستان عزیز، این هم صحبت های آجی صاحب دیگه ای که شما دیدین چه رقم قرعه‌کشی صورت گرفت و چی چیزا را اینا تقدیم میکنن، تمامش یک و یک تقدیم شما کردیم. گزارش ما ادامه داره، ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، فعلا امروز ما یک چهره هست که شما همتون میشناسین، دیگه نیاز به معرفی نداره. در اول یک سلام علیک بار بیننده ها هم داشته باشین، باز بعد از اون خب سلام به خودت، سلام به دوستای کمیل اعظم و شما را تماشاگر است که ما در خدمت هستم. آمدیم کمی یک دونه موتورسیکل اگه میتون نداد به زور ببریم. این تصمیم دارین که یک موتورسیکل ببریم با خود دیگه. در قره خونه ما نبرم دیگه. فکر کنم یکی از دوستا به نام جاوید جان برنده شدن، ما منتظر از اونها هستیم که بیاین بخیر تایرای شب روزو بودیم خود موتورسیکل خود ما ببریم. و این اشتراک کرده بودین دش یعنی همون مستقیم آمد؟ نه اشتراک نکرده بودیم، دوستا دعوت کرده بودن دیگه، آمدیم خبر بگیریم از دوستا دیگه. امروز در بین مشتریای خوششانس یک نفر برنده شد دیگه، ما برش تبریک میگیم. و تصمیم هم دارین که انشالله چون خیلی یک چیز راحت است، سر و صدا نداره، مصرف اضافی نداره، فقط چارجش کو برو. گفتم میشه که با 3 افغانی 50 کیلومتر میتونید شما در روز سفر کنید. و سفرهای ما و شما خب این طرف و این طرف. بله دقیقاً راه بندیام زیاد است، یک چیز خوب است. باز رنگ‌ها و دیزاین‌های مختلف داره، دوستان میتونن هر کدام به ذوق دل خود خریداری کنن. یعنی یک تصمیم دارین که یکی را بخرین؟ یک دانه را اگه نخریدین دیگه میبریم. اما توکل به خدا، سراجی صاحب زور هستیم، توکل به خدا. خودتان چی پلان دارین؟ ما منتظر خودت بودم و جدیدم گفتم اگر کدام پلان شما مرا ضرورت داشته باشین ما کتان کمک میکنم. خیلی گپ خوب است دیگه. آرزوی کردی یعنی نه خیلی دیگه انشالله که بخیر نامزاد شدی بس خانه خسر میبره دیگه. زنده باشید. شما تصمیم دارین خانه خسر از ما خود دیگه کنه شده و وقتا تیر شده دیگه. حالا تصمیم به عروسی دیگه نداری؟ نه که دیگه ما را بیاب که در خانه خبر داشت. نه آیسته کده بگو. نه یکی را نان داده بتانین صحیح است. زنده سلامت دیر من نتاسون الله عزتمن که خیر. شاله سملی دونه. شاله سه دی صفا لایک و فالو کنو همگام صفحه سره همیشه همگام وسی. خیر است. خیر است. خب دوستان عزیز، صحبت های سردار نظری رو شنیدیم و گزارش میده بخوره ما را هم میکنیم. تبریک باشه. تبریک کنم جاوید جان هستم. همون لحظه در کجا بودی؟ چی میکردی؟ آهنگ میخواندی؟ زمزمه داشتی؟ نه والا زنگ آمد. اهل آهنگ نیستم چون یک دوره تفسیر دارم الحمدلله. بسیار در روز 100 نفر آموزش شاگرد است که تیم درس می‌خونم. نه ماشاءالله. دیگه همونجا ما سودا میگرفتم که زنگ شما اومد، آمادگی برید داشتم که میخوام گپ. اول زنگ زدم گفتم کالای ما گد و دوختی کالا چی خودشون ما تو فکر کردم اصلا ما مسلک ما خیاط نه بلکه خطاط هستم. ما فکر کردم استاد نه والا نظری صاحب نه والا نشد. پسان باز فکر کنم چون مشکل تلفن کجا خب بلا بودیم نمبر. دیگه باز اون وقت بود که شما گفتین که رقم حساب است. خلاصیش خوشم به این آمد، ازم از یادتر خوش به این شدم که پروسه بسیار شفاف بود. چون من راستی کسی را نمیشناختم، دوستا را نمیشناختم و یک آدمی بودیم که آمدم یه تشکیل خیلی رفتم. دوای تو صد شاگرد پشتت بده. ای خود چک. یک روز از استاد پرسان کنیم چی میکنیم که خوشحال هستیم. ما پیشتر براتون گفتم حالا اگه دیگه یه چیزی هم داشته باشم و می کاری هم که میکنم از خودم نیست. بله. توفیق پروردگارم است. دیگه فقط اینم یک دوره‌ای که تفصیل دارم والا دعا میکنیم برای کل دوستا دعا میکنیم. خب تبریک میگم بخیر، ان شاء الله بخیر استفاده کنید. فکر کنم یک دانه دارین، دو تا میشه بخیر. اینال یکی تمام دویت بخیر ان شاء الله که میتونه است. بخیر باشین. تشکر. از این هم بگوین در تاریخ 10/7 شما خریداری کردین. در 2 ماه که استفاده کردین از این موتورسیکل چقدر رضایتمندی داشت؟ چندین خوبی داره. خوبی یک نه راستی شما میتونست. من پیشتر گفتم مسلک ما دوره تفسیر است.
و الحمدلله به خاطر از اینه که مال این جناب اومده این چیز برآمده. خوبیش همی است از لحاظ اقتصاد خوب است که بیخی یک چیز اقتصادی است و برای مردم ما شما 100% ضرور است. حتی کشورهایی که یک ذره بسیار زیاد سویه بالا هم دارن پشت اقتصاد میگردن. ما را خواهد ما بسیار خراب است، باید پشتش بگردیم. در این شک نیست که برای از لحاظ اقتصادی بسیار یک چیز خوب است و دیگه ای که برای محیط بسیار خوب است. تل نمیسوزانه، بنزین نمیسوزانه که هوا را فاسد بسازه، خراب بسازه. بسیار یک چیز خوبش صدا نداره. صدا نداره. خیلی ببینید وقتی کس بالای از این بلد شود سر موتورسیکل دیگه خوشش نمیاد سیف بشه. خطرناک هم نیست استاد. اما تو راست گفتم که یک فایده نداره، جهات‌های مختلف داره. کلی را بتن برشان یک تبلیغ کلی باش که کلی را بتن این تیکت سنم بگیریم راست که بله که خودتان بله فرتان نشان بتن برشان. بله از دوستا که از داخل همین جبهه قرعه‌کشی ما بیرون کردیم باش که بله استادم سر بتیم که تنها که دیگه جاوید که بعد از قدر مصاحبه چیز نشه درست؟ پشیمان نشه رئیس شما نیست. خب بیا توکل به خدا. بله کجا ماندم نظری سر پیسا رو شما بگید بس یک دفعه سر به سر کنه که پیسا را آوردن که شیرینی ما را بتن. بله خریدتان نشان ما گفتم که همین شفافیت مرا بسیار خوش اومد چون ما هیچ ارتباطی که از دوستان نداشتم. استاد چند نفر دیگه رو دیدیم نام شما دیگه اینجا یکی از مقامات استخبارات حوزه 3 برای شما یک دانه رو بیرون کردن. معاون صاحب استخبارات حوزه 3 دیگه اینا رو باید از یک تشکری از پیششان شود. این دوستای بل اصلی و یا بل خرید که اینجا محمد جاوید جان یا بل ما گفتم که راستیش هم شفافیت بسیار خوش بود. بله حالا نظرتون خوب است که از رئیس حکومت خواهش بکنیم که کلید برای برادر ما تسلیم بکنه. جوال شیرینی ما را بتن بعد از این باز. خب ایره شما میگیرین اردوش بله یک شب برای شما شما تسلیم خب شما بخشن دیوید 2 ماهی که استفاده کردنید از نگاه کیفیت چقدر راضی هستید؟ ما همیشه یگان وقت جای درس برا نموند. نه مصرف و یک چیزی که بسیار دیگه خوبش بود من بیشتر گفتم گپایی که میزنم وقت است اگر نمیگفت میگفتم. یک چیز دیگه ای که برای ما آدم اول که گفته بودم ما اینا چک کردم، من بطریش گفته بودم تا 40 کیلومتر جنس موتورسیکل که ما خریدم بله گفتم تا 40 کیلومتر میگرده. اینا بخی چک کردم راستیش اون 40 کیلومتر فیکس مکمل میگرده بعد از باز شارژ. یعنی تا نشد که گفته باشن 40 دسی ختم شود شارژ. بله حتی به این اندازه حالا توصیه شما برای جوانان و پدرایی که دوست دارن از این موتورسیکل استفاده کنن. بله طبعا اینمی است که من میگم چون اما ابعادش خوب است. وقتی که اما ابعادش خوب است یک چیز واضح و ضروری است که اگر از این استفاده کنن خوبیش است که حتی چیز دیگه که باید بگویم خوشم به این آمده ضرورت به جواز سیر هم ما نداریم، ضرورت به گرفتن کارت هم نداریم، هیچ جنجال هم ما نداریم. مصرف ما میرقم است. از او که از این موتورسیکل استفاده بکنن هم سر و صدا در بازار کم میشه، هم فکر آدم آرام میشه و هم میتونن که به اصطلاح هم فایده به اقتصادشون داره. خود چون طبعا موتورسیکل میخرن به خاطر رابندی های گپا از او که از موتورسیکل دیگه از استفاده کنن باشن. موفق باشید استاد. شکر سلامت باشین. کلید بتین کلید برش اما تمام تلازی خدا ما میام مقصد باز شماره پیش ما دیگه از پیش ما رفتن نمیتون. قربانت میتونید که کلید تبدیل بگیم براتون دوستان عزیز شما دیده میتونید که کلید تسلیم کردن دیگه. چقدر خوش هستن شما در تصویر دیده میتونید که چون خدا بیامدن او بدر نکن که در خانه بازم تبریک خب دوستان نازنین این بود برنامه ویژه و قرعه‌کشی ویژه از طرف شرکت دوچرخه‌های آسیا گروپ که امروز تقدیم شما شد. برنده امروزی ما جناب استاد در اولین دوره قرعه‌کشی هم مترسل جناب استاد جاوید بودن. انشالله اگر دوستان میخواین که برنده بعدی باشن چی کنن استاد؟ شرکت کنن دیگه طبعا از این خریداری بکنن. گفتیم ما مفاد معنوی داره هم مفاد
توکل به خدا. الله حافظ و نگهدارتان. موفق و پیروز و کامگار و سربلند باشین. دوستان عزیز، این بود گزارش امروز ما. همه شما رو به الله پاک می‌سپاریم. یک گزارش بعدی از یک نکته بعدی. شب و روز خوش باشید. الله حافظ.